بسم الله الرحمن الرحیم. سوره شعرا، سورت به نام شعرا یاد میکنه به خاطری که کلمه شعرا داخلی سورت ذکر شده و الله متعال نفی میکنه کدام تهمتی را که در شان رسول الله صلی الله علیه وسلم مردم زده بود. قول پیغمبر علیه السلام که وحی الهی بودی را شعر میگفت و نعوذ بالله. پیغمبر علیه السلام شاعر میگفت. الله متعال رد میکنه که بله شاعرها خودم بالش مردمای فساد چیست پیشه، مردمای کسایی که دنبال حقیقت نمیگرده خیال پرستاست او مردم در دنبالش میباشه. لیکن رسول الله اینطور صحابه سر سپرده و فداکاره در دنبال خود داره که دلیل بالای عزیزته که گاهی هم پیغمبر شاعر نیسته، چرا که صحابه حقیقت امر مکمل دیده. از او خاطر صورت به نام شعرا یاد میکنه به خاطر که الله رد کرده بالای تهمت ناحق امی مشرکین. 47م سورت است که قبل از سوره نمل و بعد از سوره واقعه نازل شده. سورت مکی است. در سورت مکی تمام موضوعات به محور عقیده دور میخوره. از امو خاطر در اینجا مسئله عقیده خوب بحث میشه. ارتباط این سورت قطعی ما قبل در سوره فرقان در اونجا موضوع برکت دادن بود که الله متعال برکت دهنده است. در اینجا الله متعال نمونه برکت بیان میکنه چی است؟ تسلیم ده بر رسول الله صلی الله علیه وسلم که مخالفین طلاق میشه و مؤمنا کسایی که امرای تو نجات پیدا میکنه. یا در ما قبل الله دلایل عقلی را بالای موضوع برکت ذکر کرد، در اینجا دلایل نقلی را ذکر میکنه. داستانای انبیاء علیهم السلام است که الله چه قسم برکات به انبیاء علیهم السلام داده بود، الله چه حوصله و صبر استقامت برای انبیاء علیهم السلام در مقابل مخالفینش داده بود. این کلش آثار برکت الله متعال است. موضوعات صورت اکثر 7 پیغمبر داستانش الله ذکر میکنه، کلی محورش تسلی دادن به پیغمبر علیه السلام، بیان نمونه برای پیغمبر که پیغمبر این مشرکین بله مخالفت ها میکنه، گپا میزنه، طعنه ها میده، رقم لقبا را بری تو ثابت میکنه، لیکن غمگین نشوی. امتای سابقه هم همینطور کارا کرده بودن لیکن انجام به سرنوشت خود رسیده. قومی توم دیگه اینطور نیسته و اگر قبول نمیکنه تو خفه نشو دعوتی تو را، چرا که نقصان در دعوت تو نیست، نقصان در خودی از یاسته. خودی از یا تعامل نمیکنه، ضد و عناد کار میگیره، نه در دعوت تو نه در خودی تو هیچ نوع عیب و نقصان نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسیم. الله خب عالم است به اصل مقصد و مرادش. تلک آیات الکتاب المبین. این همی صورت آیات کتاب مبین است، آیاتای کتابی است مبین که خودش هم آشکاراست، از اعجاز خود، از صداقت خود، دارا بودن مضامین و محتوای خیلی عالی و پرمعنا خودش روشن است، لیکن مبین روشنی دهنده به دیگران هم است، چرا که وضاحت احکامی که انسان ها برش نیاز داره مکمل میکنه. آن چیزی که مورد ضرورت انسان ها در دنیا و آخرت است قرآن بیان میکنه، واضح کننده است. پس از او خاطر پیغمبر علیه السلام وقتی که بیان حق و باطل قرآن میکنه یک خفه نشوی که مردم میپذیره یا نمیپذیره. لعلک باخع نفسک، شاید تو هلاک کننده باشی نفس خدا، یعنی از روی غم و اندو که مردم ایمان نمیاره. الله یکون مؤمنین، به خاطر که مردم ایمان نمیاره، یعنی چرا در موجود بودن اینطور چراغ روشن که تمام تاریکی ها را از بین میبره، بدبختی ها را و به مردم رای حقیقت واضح میسازه، چرا در ایمان نمیاره؟ پیغمبر علیه السلام چی میکنه؟ نفس خدا هلاک کننده است. الله متعال تسلی میده. منظوری الله متعال است که ای پیغمبر هلاک نکن نفسی تا، شاید توی طور باشی که هلاک کنی نفسی تا به خاطر که ایمان نورده. نه نفسی تا هلاک نکو و نه قابلیت زیره داره که هلاک شود در مورد همچون مردم های عنادی و ضدی. این مردم ها خود عناد داره، دعوت تو بالکل واضح و روشن است، همه چیزش واضح است. پیغمبر بسیار خفه می شد بعد از دعوت خود، زمانی که میدید که هیچ کس ایمان نمیاره. سخت بودن مشرکین مکه، از همون خاطر دردای رسول الله صلی الله علیه وسلم در راه دعوت خیلی زیاد است، خیلی زیاد. لیکن الله تسلی میده که پیغمبر در قصه از این گپا نشو. خب پیغمبر چرا خفه بود؟ او میگفت که طور کتابی که یک دم اگر کسی دی تعامل بکنه، تلاوت بکنه، عمل سرش بکنه،
سبب سعادت و نیکبختی دنیا و آخرتش میگرده، پادشاهی جهان در دستش میآید، بالکل میآید. پیغمبر علیه السلام به مشرکین مکه میگفت اگر دعوت مرا بپذیر شما پادشاهای جهان میباشی، و میگفت این سعی کن، یک یتیمک پیدا شده ما را پادشاهای جهان جور میکنه. عجیب است. لیکن امروز زمین نکته در ما پیدا شده. چطور شده میتونه که در خانه ما، در ماحول ما، اجتماع ما، در محیط ما، در تمام زندگی ما کتاب الله که روشن کننده تمام حقایق هستی موجود است، لیکن ما بازم در تاریکی ها قرار داریم. تا آلی را در 100% 90% مردمی ما توحید الله را نمیشناسه، در شرک مبتلاست. فیصدی ها شما میبینی که معصیت های الله به طریق بنگ برالا و آشکارا میشه. در اینجا همیشه بزرگترین علامه و نشانه ذلت و خواری ما که ما در تاریکی زندگی میکنیم، برای حفاظت و امن خود دنیای کفر آوردیم و بازم ما کم گرفتیم که به هیچ وجه ماندنی تان نیستیم. هیچ وجه خودی ما تن پرور شویم، خو کنیم، پیرداری خانه ما را کفار بکنه، بسیار سخت است. یقینا غیرت از انسان کوچ میکنه، بالکل. چرا؟ به خاطر که قرآن ما نخواندیم، از این روشنی قرآن گاهی استفاده نکردیم. ای یشاء ننزل علیه من السماء، الله میگه الله میتونه که به جبر، الله میتونه به جبرن سری کلگی بپذیره، کسی مخالفت نتونه احکام الله که میان عقیده همه چیز کلگی الله میتونه، لیکن حکمت الله تقاضای زیره نداره. چرا؟ الله که جنت و دوزخ پیدا کرده، پاداش دادن مرتب به اختیار است. هر کس به اختیار خود باید یک راه را تعقیب بکنه، جبر و ظلم نیست. چرا؟ محک یا مدار امتحان یا معیار امتحان چی می باشه؟ اختیار می باشه، نه جبر. اگر تو را جبران کلی تانه در چیسته کافر بسازه، باز اونجا در دوزخ بسوزانه، شما اعتراض میکنه که الله تو ما را مجبور به کفر ساخته بودی ولی در دوزخ میسازانی. خب نیسته. اگر کلگی را می قسم به جبران جنت چیسته نصیب بکنه، در دوزخ کی بره؟ دوزخ هم خود الله پیدا کرده. این نشأ ننزل علیهم، اگر ما بخواهیم روان میکنیم بالای از جا، من السماء، از طرف بالا، آیتن معجزه را یا نشانه را، فظلت میگردد اعناقهم، گردنای همی مردم ها، لها برای همی معجزه، خاشعین بالکل تابیدار، خم میشه، گردنایشان خم برای معجزه میشه. لکن احکام الهی و حقایقی که الله برای ما روان میکنه کلش نظری است که ذریعه امتحان الله میشه، جبری نیست. یک ترجمه این نشان ننزل علیهم، اگر بخوایم ما روان میکنیم بالایشان، من السماء، از طرف بالا، آیتن آیه، فظلت میگرده اعناقهم، اما بزرگایشان، اتر معجزه را پیدا کنم که کلانای از یا، لها برای همی معجزه، خاضعین، انقیاد کننده باشه، اما طور معجزه را روان کردم ایتان. باز بعد از تابعدارایشان هم خامخا دنبال کلانایشان روان کلگی یکسان میشه، لیکن حکمت الله تقاضای کار نمیکنه، بلکه مورد امتحان باید مسئله اختیاری باشه. و ما یاتیه من ذکر من الرحمن، نامده برای از یا الله زجر میده این مردم را که چرا اعراض میکنه، تکذیب میکنه، استهزا میکنه. سه چیزه یا الله میگن نامده برای از یا من ذکر، از اتور کتابی که بیدار کننده است، از خواب غفلت یا را بیدار میکنه، هوشیار کننده است این مردم را. از کجا پیدا میشه بیداری و هوشیاری؟ از تلاوت کتاب الله متعال. باز ذکرم از طرف کیست؟ من الرحمن، از ذاتی که یک دم مهربان است. پس قرآن کریم آثار مهربانی الله متعال است. چرا که انسان سعادت خود دهی پیدا میکنه، رای سعادت توسط ازی میشناسه، از او خاطر از جانب رحمان آمده. محدث تازه جدید در نزول خود، الا کانوا عنه موردین، مگر این مردم ها هست از او اعراض کنن، بجای از اینکه را بشنوه تعامل بکنه یا از سر روی میگردانه، حتی آماده نیستن که بشنوه. فقط کذبوا، یقینا نه تنها که یا انکار نمیکنه، اعراض نمیکنه، بلکه تکذیب هم میکنه، بلکه بالاتر از او. فقط کذبوا، یقینا تکذیب کردن این مردم های قرآن،
فسیاتیهم زود است که بیا برش انباء ما کانوا به یستهزئون، خبر یا عاقبت آن چیزی را که بودن به او چیز یستهزئون مسخره میکردن. کدام عذابه که میگفتن که او را مسخره میکرد؟ کی میاد این عذاب؟ کی میاد؟ الله میگه زود است که بیا خبر و عاقبت از او یا در دنیا یا در آخرت حتما دامنگیرشان میشود. پس سه عملی ناشایسته را این مردم کردن: اعراض از وحی الله، رو گردانی که حتی نشنوه. دوم تکذیبش، نعوذ بالله که را وحی الله ندانه. سوم استهزاء و مسخره گرفتن. از همون خاطر الله متعال میگه اینمی انکاری از یا اعراض از یا و تکذیب از یا عیناً با مو خرافات با اونمو عمل کردای ناشایسته چیسته؟ نیاکان و اجدادشان است. چیسته از او گمراهی به طریق کورکورانه و تقلید چی میکند؟ پیروی میکند. از پشت از او میره. اگر نه شریعت جدید آمده، کتاب جدید آمده، تأمل بکنه، محتوا و مضامین ازی را یک دفعه خوب فکر بکنه که کدام کتاب است. اولم یروا الی الارض، آیا نمی بینن؟ از اول الله متعال آیات چی را؟ تشریعی را بیان کرد که ما قرآن روان کردیم در حالی که سبب سعادتشان بود، لیکن یا نه تنها که اعراض بلکه از او که بالاتر تکذیب استهزاء. آلی الله متعال چیست؟ آیات تکوینی را بیان میکنه که اگر معجزان بیا حالات دیگر هم ببینه یا اصلاح نمیشه. اولم یروا الی الارض، آیا نمیبینن به سوی زمین کم انبتنا که چقدر رویانیدیم فیها در زمین، من کل زوج از هر نوع گیاه و درختا، کریم که خیلی پسندیده است یا فایدمند است، که توسط پیشرفت‌های علوم بری ما واضح میشه. از این پیش کس نمیفهمید. یک دانشمند به نام لینه یاد میکنه در اواسط قرن گپر کشف کرد که هر چیز جفت و جور است. نباتات هم جفت و جور است، چی است؟ درخت هم جفت و جور است، یعنی مذکر و مؤنث داره. اما قرآن کریم 1400 سال پیش موضوع را چی کرده بود؟ اولم یروا الی الارض، آیا نمیبینن به سوی زمین کم انبتنا چقدر رویانیدیم فیها در روی زمین، من کل زوج از هر قسم کریم، چیزای فایدمند از هر قسم جوره، جفت، یعنی مذکر مؤنث که یکی با دیگه القاح میکنه. شاخهای درخت القاح میکنه، نباتات امی قسم. این فی ذلک لآیه، یقینا دینمی قرآن کریم یا دینمی نباتات تو چیز زمین لآیتا عبرت است، درس است برای عظمت و بزرگی الله، قدرت الله، توحید الله. و ما کان اکثرهم مؤمنین، لیکنی مردم اکثریتشون ایمان نمیاره. قرآن دقیق میگه، بعضی ایمان آورده. و این ربک لهو العزیز الرحیم، یقینا پروردگاری تو امی پروردگاری زبردست است، زورآور است، میتونه هر حکم خود نافذ کنه، لیکن رحیم است. الله رحم میکنه، زود دیگه عذاب خدا در مقابل امی مردمای سرکش نآورده. و اذ نادى ربک موسی، آلی دیگه واقعات شروع میشه. اول واقعی موسی علیه السلام که با پیغمبر علیه السلام نزدیک است و شیوه دعوتش عیناً با شیوه دعوت پیغمبر هماهنگی داره. و کدام جنجالایی که قوم بالای امر موسی علیه السلام کرده، همون جنجالا را امری که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده. الله داستان از او را بیان میکنه، تسلی میده و پیغمبر علیه السلام چی رقم تسلی میده که موسی علیه السلام چقدر سختی ها را تیر کرده، دعوت داده، قوم مخالفت کرده، لیکنی بی حوصلگی نکرده. آخر الامر موسی علیه السلام امروی مومنات چی کرده؟ نجات پیدا کرده. دشمن سرسخت و قوی که هیچ تصور نمیشد که از بین بره، الله او را غرق کرده. چقدر درس است برای پیغمبرم، تسلی است. برای ما هم اینطور است. ما مگر استقامت و پایداری را از خود کنیم، یقینا رجوع به کتاب الله و سنت رسول الله بکنیم، دشمنای خیلی بزرگی ما و دشمنای خیلی سرسخت ما ان شاء الله چی میشه؟ تباه و برباد میشه. شرط است که ما استقامت اختیار کنیم، به منهج کتاب الله و سنت رسول الله روان باشه. و اذ نادا، قابل یادآوری است در آن وقتی که آواز کرد ربک پروردگاری تو موسی علیه السلام، ان ائت القوم الظالمین، که بیاید قومی ظالم. قصه را قرآن کلش عمل نمیگیره، اما نکته که در اینجا به درد میخوره، الله فرمان داده به موسی علیه السلام که به قوم ظالم میری. ظالم او قومی که آنقدر از حد تجاوز کرده، اولادی بنی اسرائیل مکمل ذبح کرده، سالا
خودی بنی اسرائیل بیگارکش شروع کرده، کلی کارهای شاقر سر از جا کرده رو. الله میگه به موسی علیه السلام که برو به فرعون ظالم، در پیش ظالم میری. پس در اینجا الله متعال نقطه را اشاره کرد که هدف مبارزه انبیاء علیهم السلام به امرای کیست؟ ظالما. ظلم از بین بردن که بزرگترین ظلم چیست؟ شرک است. فقط مبارزه علیه ظلم است و کلانترین ظلم شرک است. عدالت قائم کردن که بزرگترین نمونه عدالت چیست؟ توحید الله متعال. الله اینجا نمایان میکنه که مبارزه از جای نمیست. قوم فرعون از ظالمین کیست؟ قوم فرعون. قوم فرعون اینجا تنها فرعون نمیگه، فرعون که فرعون شده توسط قوم شده، از دو خاطر الله متعال میگه که گناهگاری قوم هم است. قوم هم است. ملا که این قدر تاخت و تاز میکنه از دست قوم میکنه. قوم که بیدار باشه ملای طور نمیتونه. ملا نمیتونه. قماندان صاحب چرا قماندان صاحب شده؟ طوفان شده، هرچی قهرمان شده، چرا تو بادیگارد هستی، برات میگیره بکش، غر غر غر. نمیگه کی مسلمانی مرگ رواست داره. چطور است؟ دروازه را میده کو، لط کو ایرا بزن، ای زدن و کندن است. بند کو ایرا را بند کو. چرا بند کنم؟ چرا خلافید؟ چیست شریعت بر ما حکم میکنی؟ حالا نمان. این بادیگاردا یا است امریکا که امریکا شده توسط خودش نشده. امریکا پرستا که نباشه، پدری امریکا در جایی نه غرب زده میتونه نه بالا شده میتونه. امریکا را که امریکا کرده، امریکا پرستا کرده. اینی طور است قرآن ایگه پار واضح میسازه. از همون خاطر پیش از اینکه همون کلانا مقابله انبیا را بکنه سعی میکنی که خسکاش شروع کرده. خسکاش شروع کرده. میگم ما هم مرا چی مار بگزه، هم بقم بستره نمیمانه. الا یتقون، برو به پیش قوم ظالم که قوم فرعون است. الا یتقون، که یا تقوا را اختیار نمیکنه یا از کفر و شرک خودداری نمیکنه، پرهیز نمیکنه. قال ربی انی اخاف. موسی علیه السلام عاجزی خدا بیان میکنه، چیزایی که لوازم دعوت تصویر از الله سوال داره. اول ای پروردگار انی اخاف ان یکذبون، ترس ما است که یا مرا تکذیب کنن، یک بگوین که ما گپی تا قبول نداریم، بسر نشنون. و یضیق صدری، و سینه ما خیلی تنگ است. ولا ینطلق لسانی، تا یعنی برای دعوت سینه فراخ میخواه که دو دشنام بدگویی از وارتی چی شوی؟ متحمل شوی. اما سینم تنگ است زود جنگ میکنم. دعوتگر تا که سینه تا فراخ نکنی نمیتونی دعوت. فهمیدی یا نه؟ این نقصان در خود امام است. زود جنگ میکنیم، زود قهر میشیم، لیکن در دعوت سینه فراخ بکار است که دو برش بزنه هیچ در قصیش نباشه. ولا ینطلق لسانی، در دعوت چیزی دیگری که بکار است. اول چیزی ضروری برای دعوت بود فراخی سینه، فراخ سینه باشی، فراخ دل باشی، گپای هر کس گوش گرفته بتانی. حوصله مند باشی. دوم چیزی که برای دعوتگر بکار است زبان. ولا ینطلق لسانی، روانی نداره زبانم خب روان نیسته، بند میشه، لکنت میشه. برای دعوتگری لسان خیلی خوب است. چرا؟ اگر کم کم بند میشه مخاطب خسته و زله و مانده میشه، 2 دقیقه برات گوش میگیره، دقیقه سیوم برو بخیر. موسی علیه السلام میگه فارسل الی هارون، روان کو به سوی هارون، نبوت برای زوم بده، او هم مسئول شود. ولهم علی ذنب، دیگه عذر برای امی فرعونیا بالای ما یک دعوای گناهی است. مردکای قبطی را قتل کرده بود. فاخاف ان یقتلون، من میترسم که بدون از اینکه مرا موقع دعوت بده بگیره که حالا تو را قصاص میکنیم، قانون قصاص خوب بود، مرا قصاص میکنه. عذرای خدا موسی علیه السلام با کی پیش میکنه؟ الله خو خبر داره. قال کلا، نه کدام گپایی که تو میزنی یک کشم در مقابلت کسی تعرض کردن نمیتونه. کی روان میکنه تا؟ فذهبا، بروی اردویتان. بله، یک هارون علیه السلام پیغمبر شد، بیایاتنا، با معجزای ما، با دلایل ما. انا معکم مستمعون، ما امرای شما شنونده هستم که شما جواب دعوت شما را چی میگه، ما شنونده هستیم. فاتیا فرعون، بری اردویتان، بروید به فرعون، فقولا، بگوی انا رسول
انا رسول رب العالمین، ما قاصدای پروردگار مخلوقات هستیم، ذاتی که مالک متصرف کل مخلوقات است، ما قاصدای از اوستیم. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، که ختما بنی اسرائیل هلاک کو، دیگه بیگار کشی نکو. دیگه معلوم شد انبیاء علیهم السلام برای آزاد کردن مستضعفین مبارزه میکنه. مثل که بخش عقیده را نشر اشاعت میکنه مبارزه میکنه، بخش ظلم و زیادت هم مبارزه داره. باز چی میگه؟ قال الم نربک فینا ولیدا. فرعون ببینی که از کدام نکته ها کار میگیره. سه انتقاد بزرگ، سه شبهه بزرگ بالای کی؟ موسی علیه السلام. کدام؟ قال الم نربک فینا ولیدا، آیا تو را ما تربیت نکردیم در بین خود ولیدا، در حالی که تو پسر یعنی طفل بودی؟ ولبست فینا من عمرک سنین، و تو گذرانیدی فینا در بین ما از عمر خود سنین چندین ساله. اول عمل یا شبهه فرعون چی است؟ اول شبهه و اعتراضش است که تحقیر میکنه موسی علیه السلام توسط احسان خیش. احسان خدا یادآور میشه که تو را ما کلان کردیم، چی تو علی در مقابل ما آمده ای استاد شده ای؟ کلان کدگی خودم باز در مقابل می استاد شوه. از امو خاطر آل اکثری پدرها دعوت اولادای خدا نمیگیره، برش میگه تو بچه مستی از ما پیدا شده ای، من گپی تو را نمیپذیرم. این گپی فرعونیست. کی زمانی که بچه در مدرسه رفته، ترجمه قرآن نکرده، درس حدیث خوانده، آلی دگه پیش تو باید تسلیم شوی پدر جان. چرا؟ تو چوپانی کردی، کلینری کردی، مستری گیری کردی، یک روز در قرآن ننشستی تا آلی رم که میخیزی یا پیرانی پیر صاحب میگی، از جایی که میخیزی یا پیرانی پیر صاحب میگی. بچه برد میگه پدر جانی طور نگو که شرک است. بشی این ملا دیگه نبودی، یک دو روز در مدرسه رفتی. نه این گپای فرعونیسته. یادت باشه که تباه و برباد میشی. شکر الله را بکش، چقدر خوش شوی که آفرین بچیم، الله برات اجر بده، راستی بیخی عادت ما شده. انشالله بعد از این طور نمیگم، یا الله میگم. شکر الله را بکش که عقیده توحید یاد داده. عقیده توحید یاد داده. برش میگه خدا تباه کنه. دختر به مادری خود میگه مادر جان خدا نامی الله نیست. نامی الله است. الله بگو که الله برات ثوابم نوشته کنه. 5 حرف قرآن کریم از 50 نیکی میشه. باره خدا را خود چی میکنی؟ ملاها و دکترای ما یزدان پرست دوڑی خور اصطلاحی چی را؟ زردشتی ها را کار کرده رویسته. او کسایی که قائل به چند خدا بود؟ به 2، یکی یزدان یکی اهرمن. او اصطلاحات در کتابا نوشته کرده، بسیار سهوا میکنه. کلمه خدا را از دانتان پرده. اول سلفی علامتان چیست؟ الله میگه. الله را تنانه الله جل جلاله، الله سبحانه و تعالی. همیشه ای باید ورد زبانتان شود. الله توفیق برتان نصیب بکنه.